درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نام‌اثر روزنامه‌نگار جاوید مقیم. قهرمان قصه قصاص ولی جان ملیسا و نادر ژورنالیستند و دوستند که بیوروی دتکتیوی تشکیل کرده جنایت هنگامه‌دار را افشا می‌کنند. حادثه هایی که در این کتاب نقل کرده می شود محصول تخیل نویسنده می باشند. آغاز گفتار یکم. نادر چهارراهی نزد باغ رودکی را از پیاده گذر عبور میکرد که یک ماشین سبکروی تمغه مرسدس خط زبر را به طرف مهمانخانه تاجیکستان گذشته ایستاد. از آن یک مرد تنومند 50-55 ساله فرآمده نادر جان گفتن ندا کرد. نادر که کوچه را گذشته بود به چپ به سوی صداه نگاه کرد و همخدمتش پلکونیک ملیسا ولی جان نظرالله را دید. او در تن لباس شهروندی به سوی نادر می آمد. نادر هم به استقبال او روان شد. آنها به هم آغوش گشاده واخوری کردند. چند روز باز تو را می کافتم. شماره تلفنت را گیرم. این رقم در شبکه ما وجود ندارد. می آید صدای زنی در تلفن. به جای کارت زنگ زدم، گفتند که نیم سال باز از کار رفته ای. کسی نمی داند که در کجا کار کرده ایستاده ای. امروز به خانه رفتم. در را برویم یک مرد ناشناس گشاده گفت که تو خانه‌ات را به او فروخته ای. اکنون توسط کانال های خود تو را کافتنی بودم. این را بینید که نیت صاف است و تو را واخوردم. گفت با خرسندی ولی جان، با تو یک مصلحت کردنی بودم. وقتی خالی داری که در سر یک پیاله چای صحبت کنیم؟ پرسید ولی جان. رسما بیکار باشم هم وقتی خالیم کم است. پاسخ داد نادر و افزود. البته برای تو کار داشته باشم هم وقتی صحبت میابم. پس به ماشین نشین. یگانجا رفته خوراک چاشت خوریم. نصف روزی هم شده است. ضیافت از حساب من باشد میروم. نادر جان، من تو را دعوت کرده ایستادم. بنابر این البته خرج از حساب من خواهد بود. باز تو بیکار هم بوده ای. نیمی مردم تاجیکستان بیکار، ولی کسی از گرسنگی نمرده است. گفت نادر. گپ را کم کن. سوار شو. به ماشین رفتیم. نادر در کرسی نزد راننده نشسته و ماشین به حرکت درآمد. خوب گپ زن که چی حال داری؟ سوال کرد ولی جان. شکر به مثل همه. خود را فریب کرده روز گذرانیده ایستادم. ولی جان معنی گفته های نادر را فهمیده گفت بله، امروز اکثر مردم تاجیکستان روز کار میکنند. این مگر زندگی است؟ برای از گرسنگی نمردن کار میکنند مردم. این گپ ها را نگوی که دیوار موش دارد موش گوش. باز در ماشینت گپ چینک نمانده باشند که از کار پیش کنند. دیگر پیش کردن نمیتوانند. من استعفا داده به نفقه برآمدم. چرا؟ وظیفت به کسی لازم شد مگر؟ شاید. بغیر این به جانم زد. به جای دیگران کار کردن بی سواد بسیار را جمع کردند. با آنها کار کردن نمی شود. فهما تو چرا از کار رفتی؟ یا جای تو هم به کسی لازم شدگی است؟ من منصب نداشتم که کرسیم را گیرند. قلمی مرا گرفتن نمی توانند. اگرچه از منبر محرومم کردند. تو در گازیته خصوصی کار میکردی کو؟ تو بر این ژورنالیستان صاحب قلم و با وجدان و آتشین سخن در کوچه نماندند که پیشت کنند. پیش نکردند. دایره فعالیتم را تنگ کردند. نوشته های تنقیدیم را قیچی میکردند و یا با هر بهانه چاپ نمیکردند. خلاص سنزور سرمحرر و مؤسس از حد گذشت. از جانب دیگر گازیته از سمت اولی آزاد بیانی عقیب گشت. در گازیته مقاله های فرمایشی پولکی غیر قانونی زیاد شد.
من نمی توانستم که مرا هم خواننده ها چون آنها پندارند. بنابراین نیم سال پیش عریضه نوشته از کار رفتم. سرمحریر هم گویا این را انتظار بود که بی یگان گپ آن را امضا کرد. اینک کبوتری آزادم. پس زندگیت را در چنین شرایطی وزنین چخیل می گذرانی؟ مثل پیشینه خدا با نوگ قلم روزی می دهدم. دوستان ترجمه یا تحریر کتاب را برایم پیشنهاد می کنند. حالا طلبات به ترجمه زبان تاجیکی یا روسی زیاد است. ماهی تا 2000 سومانی کار می کنم که برای از گرسنگی نمردن می رسد. ینگه کار می کند؟ بله، ولی عائله‌ام اینجا نیست. رسما از زنم جدا شدم و حالا او با بچه ها در روسیه است. عقلت را خورده ای مگر؟ دیگر علاج نداشتم. بعد مقاله های آخرینی تنقیدیم به من فشار آوردند، شانتاژ کردند، ولی به مراد نرسیدند. این همه را به نظر گرفته با رفیق زنک مصلحت کردیم که رسما از هم جدا شویم تا برای من شده عائله‌ام را تعقیب نکنند. میدانی که زنم خونی روسی دارد. بیبیش روس و بابایش تاجیک است. بعد شروع جنگ شهروندی پدر عروسم با اهل عائله‌اش کوچیده به زادگاه مادر عروسش رفتند. خانه را فروخته از شهرک اطراف مسکو که پدر عروسم آنجا زندگی می کند یک حولی را با 20 ساتیق زمینش خریدیم. حولی خوب است. خانه هم از خشتی پخته ساخته شده از 5 حجره عبارت است. اهل بیت راضی. زنم در مکتب درس می گوید. پسر کلانیم که متخصصی کامپیوتر است در مسکو کار یافته است. هر سحر با الکتریچکا به کار رفته شام بر می گردد. 2 پسر خردی و دخترچه هم در همان مکتبی که مادرشان کار میکنند تحصیل دارند. دایم تلفنی در تماسیم. به زنم و فرزندانم شهروندی روسیه دادند. دیگر مشکلات نیست. خودم حالا در یک خانه یک حجرگی دوستم اجاره نشین هستم. پس چرا خودت هم نرفتی؟ اولا من تاجیکم و تاجیکستان وطنی من است. من آن را به کسی مانده رفتنی نیستم. خون نافی من در این خاک و بوم ریخته است. من اینجا زندگی می کنم و همینجا خاک خواهم شد. من به خاطر کیک ها پوستی نمی سوزم و وطن اجدادی را ترک نخواهم کرد. آفرین. تو بر اینها 1000 نفر می شدند، کی ها وطن آباد می شد. با تأسف گفت ولی جان. جوره، ما و تو بر اینها کم هم باشیم، هستیم و این ناخلفان همیشه از ما بیم دارند و نامقولیشان را تا حد افراد برده نمی توانند. گفت نادر. به آشخانه هم رسیدیم. گفت ولی جان ماشین را به حوله آشخانه نسیم دریا درآورده. آشخانه مذکور هنوز در دوره شوروی در ساحل کانالی که آبش از سلسله گیس‌های ورزاب آمده از کوچه زرگر پایین میشد ساخته شده بود. از اینجا 100 متر دورتر دریای دوشنبه جاری بود و در برابر آب کانال نسیم دریا نیز وزیده در چیله تابستان هم اینجا سلقین بود. پیش اینجا اساساً ماشینداران می آمدند. حالا باشد مشروطه های رقم 17 و 19 از نزدش گذشته مشتریان آشخانه را افزون کرده بودند. این مؤسسه به نامش آشخانه باشد هم در اصل مثل دیگر آشخانه های پایتخت نرخ غذایش از طربخانه ها ماندنی نداشت. ولی جان و نادر را پیش خدمت دختری زیبا اندامی قد بلند به میز ساحل کانال هدایت کرده طعام نامه پیشنهاد نمود. چی میخوریم؟ پرسید ولی جان. خودت میدانی که من بنده شکم نیستم و برای خوردن زندگی نمی کنم. با یک بردن نان و یک پیاله آب هم قناعت می کنم. به هر حال انتخاب بکن. من به غذای یکم نیم کاسه خام شوربا می فرمایم. به من نیم کاسه بارش کرم شوربا بیارید. فرمایش داد نادر. به خوراک دویم چی می خواهید؟ پرسید پیش خدمت. سیخ کباب گوشت گاوی هست؟ پرسید ولی جان که تنها گوشت گاو خوردن نادر را می دانست. ها، از گوشت گوسفند و بز هم داریم. من گوشت گاو می گویم. ها هست. پس سیخ کباب می خوریم. پرسید ولی جان به نادر نگاه کرده. انتخاب خوب است. 4 سیخ ششلیک. فرمایش داد ولی جان.
می شود پرسید او از نادر. برای پالکونیک مصطفی همین قدرش هم زیاد است. چی می نوشید؟ باز پرسید پیش خدمت. چای کبود، فرمود نادر و افزود شاید تو دیگر چیز نوشی؟ نه، سری فرمانی ماشینم و بعد در این گرمی. خودت اگر می خواهی فرمایش دهم. نه، من سالی سیوم است که از نوشاکی های سپیرتی پرهیزم، گفت نادر. پیش هم چندانه می نوشیدی، حالا باشد عموما نمی نوشم. چرا یک بار از این دلخوشی زندگی دست کشیدی؟ یا تو هم 5 وقته شده ای؟ بعدی حاجی شدن پدرم دیگر حتی پیوا نمی نوشم. برای نمازخوانی حالا آماده نیستم. بعضی قلق‌های بدم را پرتافتم. خانمی زیبا را بینم دلم مایل می شود و به قول از وسوسه شیطان خود را کنار گرفته نمی توانم. بنابراین چرا به مثل دیگران خدا را هم فریب دهم و بنده اش را هم؟ نان یا خلیب آرم؟ سوال کرد پیش خدمت. از کلچه های تعریفیتان باشد 2 دانه بیار، فرمود ولی جان. سلاد بیارم؟ نه تشکر، حالا همین فرموده من را بیار، گفت نادر. پیش خدمت برای غذا آوردن رفت و ولی جان و نادر تنها ماندند. از این فرصت مناسب استفاده کرده ولی جان سخن را آغاز کرد. من کمی باشد هم با وضعیت تو شناس شدم. من 3 ماه باز نشستم و از بیکاری به جان رسیدم. البته مرد 50 ساله نباید بیکار باشد، باید یگان کار پیدا میکردی، گفت نادر. آفرینی تو. من 1 هفته بیکار بودم، قریب از زیقی میکفیدم. مرا از نو به کار دعوت کردند، قبول نکردم. تو فکر کردت را پس بدها نمیگیری. من بعد فکر زیاد به خلاصه آمدم که بیورای دتکتیوی تأسیس دهم. این چیز برای تاجیکستان نو است و باور دارم که بیزنسی خوب هم هست. کیناهای خارجی را تماشا کرده مینت ویران شده است. شرایط تاجیکستان را میدانی. به تو کی اجازت نامه فعالیت میدهد و آیا میمونند که کار کنی؟ کار را آغاز نکرده که 10 تا ناظر بالای سرت می ایستد و هر یک حق خود را طلب می کند. این مسئله حل نشونده است. خوب، پس تو از من چی می خواهی؟ می خواهم که شریک من باشی. من یک خودم از تأسیس و بردن فعالیت آن نمی برایم و من مثل تو شخص جسور و پرطاقت و با سواد لازم است. آخر من مثل تو مفتش نباشم. تحقیقات های ژورنالیستی که تو انجام داده ای نه هر مفتش می تواند اجرا کند. گوش کن، در عرفیت می گویند که نان شریکی را سگ نخورده است. پگاه کاری ما پیشرو شود و تو آن را کشیده گیری، شوخی کرد نادر. بهترش هر کس کاری از دستش می آمدگی را کند. این گپ ها را مان، مرا نغز می دانی. من از نامردها نیستم. برابری و برادری گفتند. ثانی من تو را خوب می شناسم، از عهده کار می برایی. برای همین هم این کار را به تو پیشنهاد کرده ایستادم. من شوخی کردم، نرنج. اگر من تو را نمی دانستم با هم سر یک میز نمی نشستیم. واقعا پیشنهادت مراق‌انگیز است، ولی در کشوری ما آیا طلبات به دتکتیوی خصوصی هست؟ باز نشود که پولهایمان را خرج کنیم و 2 چلیک پاچک بینی نشینیم. طلبات هست. خودت میدانی که میلیسا خوب کار نمی کند و آدمان پولدار راضی اند که خدمتشان را کرایه انجام دهند. پس چیکار میکنیم؟ بیورا را ثبت نام کرده اجازت نامه گرفتن لازم. همین وقت پیش خدمت چای و کلچه و شوربای و بارش آورده برایشان اشتهای خوش خواست. دوستان غذا خورده صحبت را ادامه دادند. ثبت بیورا همچون مؤسسه تجارتی چندان مشکل نیست. توسط روزنه یگانه در مدت زیادش سیر و ثبت کردن ممکن است، ولی اجازت نامه گرفتن مشکل. بیرشوه نمی شود، گفت نادر. اجازت نامه را من می گیرم. واقعا من مشاور غیر اشتاتی وزیر می باشم. وزیر که شاگردم است، خودش وعده کرده است که اجازت نامه گرفته می دهد. چه خیل؟ وی خود منفیت دار است که در افشای بعضی جنایت ها کمکشان کنیم. او به نزدیکی مرا دعوت نموده خواهش کرد که به وظیفه سردار اداره مبارزه علیه جنایتکاری متشکل برگردم و در پیدا کردن قاتل دادر عروس سروزیر سهم گیرم.
خودت شنیدگیستی که بعد این کشتار تمام میلیسا را به پا ماندند. خود سروزیر برای دریافت جنایتکار $1,000,000 وعده کرده است، ولی تا هنوز نتیجه نیست. من برای به میلیسا برگشتن راضی نشدم. او پیشنهاد کرد که بیوروی دتکتیوی تأسیس دهم و در افشای این جنایت سعی کنم. انا گپ در کجاست؟ صاحب میلیونی وعدگی شدن میخواهی. باور داری که اینها به وعده وفا میکنند. آنهایی که حق نادار و یتیم را میخورند هرگز به کسی یک پاره نان خیر نمی کنند. اینجا ایمیج و نقار است. برای این کار آنها حتما پول میدهند. میگویی که یک وزارت جنایتکار را نمیابد و ما میابیم. به تجربه من شک نکن. باور دارم که با کوشش هر دوی ما پیشروی خواهد بود. پس از چی شروع میکنیم؟ پرسید نادیر. من پیشنویسی آیین‌نامه بیورا را آماده کردم. تو این بگاه یک بار خوان و تحریر بکن. پگاه از پی ثبت نام و اجازت گیری می شویم. وزیر تلفن کرده گفته است زود ثبت نام میکنیم و اجازت نامه هم در کوتاه‌ترین وقت دریافت می شود. پیش خدمت سیخ کباب آورد. باز یگان چیز بیارم؟ سوال کرد او. نه تشکر، پاسخ داد نادیر. حساب بکن چند پول می شود؟ گفت ولی جان 78 سامانی. نادیر دست به کیسه برده بود که ولی جان پیش دستی کرده و پیش خدمت 100 سامانی دراز کرد. گفتم که ضیافت از جانب من است. یک خوراک عادی چاشتی ما قریب 80 سامانی شد. این به معاش حداقل برابر است. اظهار نگرانی کرد نادیر. از ماه سپتامبر معاش حداقل 200 سامانی می شود. می دانم، ولی این هم کم است. نرخ‌ها نسبت پارسال 2 مراتب قیمت شدند و حالا هم رو به بالا روی دارند. اگر تورم را به نظر گیریم، قرب معاش نسبت 3 سال پیش باز هم کمتر می شود، افزود نادیر. ولی جان بقیه را از پیش خدمت گرفته گفت بیا سیخ کباب را خوریم. اگر همه این را فکر کنیم سردرد می شویم. این پرابلم را کرسی نشینان باید حل بکنند. ولی نباید بی‌طرف بود. بی‌طرفی جامعه را به ورطه می برد. درست می گویی. ولی من و تو نمی توانیم جامعه را دیگر کنیم. به هر حال اگر ما ضد نیروی اهریمنی ایستادگری کنیم ضحاک غلبه نخواهد کرد، گفت نادیر. با تأسیس بیورا ما می توانیم جنایتکاران را آشکار کنیم. ما آشکار کنیم و سود آنها را سفید کند. به هر حال ما وظیفه خود را اجرا می کنیم، گفت ولی جان و افزود. سیخ کباب خنک می شود. دوستان غذا را تناول کرده از آشخانه بیرون شدند. من تو را به خانه برده می مانم. کجا زندگی می کنی؟ پرسید ولی جان ماشینش را به حرکت در آورده. در محله حصار. مخصوص از آنجا کوارتیر گرفتی؟ نه، دوستم در همین محله خانه داشته است. به اجاره داد. ماهی $100 می پردازم. به غیر برق پولی و خدمت کمونالی. برای آدمی تنها می شود. هیچ گپ طاقت بکن. چون مکافات پولی سروزی را گرفتیم خانه نو می خری. واقعا ماشینت را هم فروختی مگر؟ بله، پولش را خرج راهی آیله هم کردم. به محله تان رسیدیم. در کدام بنا زندگی می کنی؟ پرسید ولی جان. در بینای 4 آشیانه پسی ها، انا آن بینای 9 آشیانه. در همین جا هم فرایم می شود. نه، تا درآمدگاه بینا می برم. من باید انیق دانم که در کجا تو زندگی می کنی. در آشیانه چندم هستی؟ در طبقه 3، در حجره 8. ولی جان ماشینش را در نزد بینای نادیر منع کرد. واقعا این پپکه را گیر و آیین‌نامه را خوان. پگاه ساعت 8 صبح در نزد آژانسی آمار که روزنه یگانه سب آنجاست وامی خوریم. رقم تلفن من 93 561 11. ثبت بکن و زنگ فرست تا من هم رقم تلفنت را ثبت کنم. نادر این رقم را در تلفنش ثبت کرد و به ولی جان زنگ فرستاد. ورسی الکترونی آیین‌نامه هست؟ بله، در دیسک هست. دیسک در درون پپکه. بیا به خانه، یک پیاله چای دهم. مراعات سمرقندی نمی کنم. ولی جان را به خانه دعوت کرد نادیر.
میدانم که تو از ته دل میگویی، ولی حالا کار دارم. یک به اداره رفته از دوستان درباره این کشتار معلومات جمع میکنم. از حالا کار را آغاز کردن لازم. پس خدا حافظ تا پگاه. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص ناماثر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدов و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار یکم.